عمره به طور ایصال ثواب. فتاوی حقانیه هم نوشته کرده و دیگر فقهام. ای عقیده اهل سنت والجماعت است، عقیده ماست. و فی دعاء الاحیاء للاموات و صدقتهم عنهم نفع لهم خلافا للمعتزله. یک زنده به خاطر مرده دعا میکنه، صدقه و خیرات میکنه، حج و عمره میکنه. ای انس ابن مالک رضی الله عنه میفرماید، روایت را علامه بدرالدین عینی در عمدة القاری شرح صحیح البخاری نقل کرده. انس ابن مالک رضی الله عنه پرسان کرد یا رسول الله، ما در حق مرده های خود دعا میکنیم، ندعو لهم و نحج عنهم، از طرفش حج نفلی میکنیم، دعا میکنیم، صدقه میکنیم. هل یصل ذلك الیهم؟ به مرده های ما میرسه دعاهای و صدقه و خیرات و حج و عمره ما به مرده های ما میرسه یا نه خدا به تکلیف ساختیم؟ پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چی میفرماید، چی جواب میتا؟ اگر مفتی ازی زمان باشه و کسی یک رقم کسی دیگر رقم یک مسئله را، پروژه ها زیاد است نیالی خو الحمدلله با آمدن امارت اسلامی پروژه ها بسیار سرکوب شدن. این جمهوریت بسیار زیاد بود. از یک رادیو در یک مسئله یک رقم فتوا می آمد، از دیگر رادیو دیگر رقم، از یک منبر یک رقم، از دیگر منبر دیگر رقم، در حالی که یک قرآن، یک حدیث، یک پیامبر، یک قبله و بعض مردم افغانستان به یک مذهب حنفی اهل سنت والجماعت چه رقمی در یک مسئله پنج چار قسم مذهب تو بیان میکنی به مردم عوام؟ مشکل بود نی؟ الحمدلله کنترل سی حالات، ورنه میگفتن که بدعت تصوی فلان از فلان. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم چه جواب داد؟ نعم، بله، حج است، عمره است، نفلی است، نماز است، نماز نفل، روزه نفل، دعا، صدقه و خیرات است، ای کلش به مرده هایتان میرسه و هم یفرحون بها، در حالی که مرده هایتان به خیر و خیرات و دعا و صدقه شما خوش میشن، خوشحالی میکنن. کما یفرح احدکم اذا اهدی الیه شیء، مثل که به یکی شما کسی تحفه روان کنه، یک ساعتی عادی کسی براتان روان کنه از خارج، چقدر خوش میشی، گرچه قیمتش کم باشه. کس برات یک موبایل روان کنه چقدر خوش میباشی. اینا مرا یاد کرده. باید آدم خوش روانی، تحفه است. این مرده ها به دعا و صدقه و حج و عمره نفلی میقه خوش میشن. گفتم عقیده اهل سنت والجماعت است. شرح العقائد، کتاب عقائد ما هست در علم الکلام، علامه سعدالدین تفتازانی صاحب در صفحه 125 میگه و فی دعاء الاحیاء للاموات و صدقتهم عنهم نفع لهم خلافا للمعتزله. به مرده باشه یا به زنده، خیرات، صدقه، دعا، حج، عمره، این تمام اعمال نفلی به او میرسه، هیچ گپی هم نیست. کس که به طور مثال حج و عمره میره، یگان عمره را کرده و ثوابش میبخشه به مادر جان خود، بالکل جایز ثوابش میرسه. از یم چیز کم نمیشه، از یم ثوابش شد برای از هم الله میرسه. دربار الله بسیار بزرگ است. ای فقها میگن، شامی میگه رد المحتار، علامه ابن عابدین شامی یک مطلب میاره، این بخشیدن دعا برای دیگران، میگه دی بخیلی نکنین. به کل مسلمان اهل اسلام ختم قرآن کردین، نماز خواندین، به کلشان بگوین که ثوابش الله به کلش بر ارواح کل مرده و زنده برسان. از تو چیز کم نمیشه، از تو هم ثوابت میشه و برای از هم میرسه. دی بخیلی نکنین. فقها میگن در حج و عمره، نفلی، صدقات، ای کلش به مرده ها میرسه، بالکل دی مشکل نیست.